امروز با هم میخوایم به کشوری سفر کنیم در یکی از زیباترین مناطق ساحلی دنیا. کشوری با جنگل‌های سرسبز و دلربا، قله‌های آتشفشانی، آبشارهای دیدنی و بهترین دانه‌های قهوه دنیا. کشوری با بیشترین تراکم گونه‌های زیستی در جهان و همچنین دارای آزادی‌های بی‌پایان برای گردش کردن. این کشور جذاب کاستاریکاست. بسیاری از شما اسم این کشور را جای شنیدید، اما احتمالاً اطلاعات دقیقی از این کشور ندارید. کاستاریکا با نام رسمی جمهوری کاستاریکا کشوری تو آمریکای جنوبی که در میان دو کشور پاناما و نیکاراگوئه جای گرفته و از شرق به دریای کارائیب و از غرب نیز به اقیانوس آرام راه داره. این کشور 51,000 کیلومتر مربع مساحت داره که اگه بخوایم مقایسه کنیم میبینیم که از استان خوزستان هم کوچکتره. کاستاریکا آب و هوای نزدیک به استوایی داره و به جز ارتفاعات بقیه مناطق دو فصل بارانی خشک دارن. فصل بارانی از اردیبهشت تا آبانه که هوا خنک‌تره ولی بارندگی هم زیاده. زبان رسمی این کشور اسپانیاییه. همانند اکثر کشورهای آمریکای جنوبی اینجا نیز زمانی تحت حاکمیت اسپانیا بوده. در قرن 16 میلادی زمانی که کریستوف کلمب به سواحل دریای کارائیب قدم گذاشت، به دلیل ذخایر غنی طلا نام کاستاریکا به معنی ساحل ثروتمند رو برای اینجا انتخاب کرد. اما اسپانیایی‌ها اشتباه می‌کردند و اینجا از نظر ذخایر طبیعی یکی از فقیرترین مناطق بود. مردم بومی این کشور کسانی هستند که در اون دوران از مناطقی مثل گواتمالا به اینجا مهاجرت کردند و از طریق کشاورزی و ماهیگیری امرار معاش می‌کردند. این کشور تا سال 1821 تحت استعمار اسپانیا بود و در نهایت در این سال تونست به استقلال برسه و از استعمار 300 ساله اسپانیا رها بشه. کاستاریکا 5 میلیون نفر جمعیت داره که بیش از 85% مردمش مسیحی هن. 40% مردم سفیدپوست، 31% دورگه و بقیه از دیگر نژادها هستن. امروز در کاستاریکا تنها 4 قبیله باقی مونده که تونستن هویت و فرهنگ خودشون رو حفظ کنن. بقیه با شرایط مدرن امروزی یک دست شده و به زندگیشون ادامه میدن. پایتخت این کشور شهر سنخوزه است. سنخوزه تا حدودی مقصدی بکر برای این کشور زیباست که به خاطر جنگل‌های سرسبز و سواحل خیره کننده شناخته میشه. زمانی که از بالا به این شهر نگاه میکنید ساختمان‌های بلندی را مشاهده نمی‌کنید. عموماً ساختمان‌ها بناهای مستقل 1 یا 2 طبقه هستند و حتی بعضیا به اینجا کشور 1 طبقه میگن. این شهر محل زندگی 1.5 میلیون نفره و مرکز تجاری کشور محسوب میشه که از استاندارد کیفیت زندگی و امنیت خوبی برخورداره. در واقع اینجا یکی از امن‌ترین کشورهای آمریکای لاتینه. اما علیرغم این کاستاریکا یکی از 26 کشوری است در دنیا که ارتش نداره. از سال 1948 کاستاریکا ارتشش رو منحل کرد و داشتن هزینه‌های نظامی به رشد اقتصادیش کمکی زیادی کرده. شاید براتون سوال باشه که کاستاریکا چطور تونسته امنیت مرزش رو تأمین کنه. باید بگم که امنیت خارجی این کشور تماماً در کنترل آمریکاست. امروزه کاستاریکا بر اساس شاخص شادترین کشورهای جهان در رتبه‌های اول این شاخص جای گرفته. اگرچه در آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی نارضایتی‌های ناشی از مشکلات اقتصادی مشاهده میشه، اما کاستاریکا همیشه تونسته در بین 15 کشور شاد دنیا جای بگیره. در کنار این در این کشور قمار و فحشا به طور کامل آزاده و دولت در این مورد دخالت نمی‌کنه. در اینجا قصد نداریم که این دو مورد را عامل شاد بودن این کشور معرفی کنیم، اما فحشا و قمار میلیون‌ها توریست ثروتمند رو به این کشور میکشونه. مخصوصاً گردشگران زیادی از آمریکا به کشورهای مثل کاستاریکا و کلمبیا سفر میکنن. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. خدا نگهدار.